اگر زیر 30 سالته تا دیر نشده باید این 7 چیزو بفهمی. سیوش کن چون خیلی بهش نیاز پیدا میکنی. خیلی ها رو میشناسم که با نادیده گرفتن حتی یک مورد از این موارد زندگیشونو تباه کردن. 1. بزرگترین گندکاریای زندگی از پرحرفی آب میخوره. پس بیشتر سکوت کن و شنونده باش. 2. هیچ وقت زیر بار بدهی و قسطای سنگین نرو وگرنه تا آخر عمرت برده این و اون میشی. 3. پول رو اولویت اول زندگیت نکن، مخصوصاً تو دهه 20 زندگیت. این دوران وقت یادگیری، تجربه و مهارت کسب کردنه. 4. توی بازار و بیزینس چه کف خیابون باشی چه هر جای دیگه، رفاقت و همکاری خیلی بیشتر از رقابت کورکورانه بهت کمک میکنه. 5. اگه میخوای واقعاً رشد کنی و خودتو بالا بکشی، یه منتور یا مشاور کاربلد پیدا کن. نه واسه 2-3 هفته، بلکه واسه چند سال پاره‌کاوش باش تا مسیر رو یاد بگیری. 6. ایده های قشنگ به تنهایی برات موفقیت نمیارن. برد میاره. پس اول توی کارهای کوچیک برنده شو و از همون اعتبار استفاده کن تا موفقیت‌های بزرگتر رو بسازی. و اما 7. دنیا خیلی کوچکتر از چیزیه که فکر میکنی. زمین گرده و تو بازم این آدما رو یه جایی میبینی. پس پلای پشت سرتو خراب نکن و همیشه احترامتو نگه دار.